مسئولان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفتند که قرار اخراج بیش از 300 مهاجر تاجیک در روسیه صادر شده است و باید پی در پی به وطن فرستاده شوند. ماه گذشته در جریان سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان دوشنبه به مسکو پیشنهاد کرد حکم اخراج و منع ورود شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه حقوق ویرانکنی مأموری سبکداران بازبینی شده و این طایفه شهروندان مورد عفو قرار بگیرند. در حال حاضر 270,000 مهاجر کره تاجیک از حق ورود به قلمرو روسیه محرومند. احمدشاه دولتوف جوانی 22 ساله از کمترین مهاجر تاجیک است که قرار اخراجش را از روسیه ناعادلانه دانسته و برای بازبینی آن به دادگاه شکایت برده است. دادگاه مراجعه کردیم به هم خودی مدعی استادگیم. فرق می‌کنه. ما ادوکات که مگرفتگیم شخصی روز 23 دوره مثلا اون 23 داریم که میگن اگر میتونم مثلا خیلی خوب نرفت مولکنم نه توریستان خامو خونه خودم. هفته دو بار از روسیه به تاجیکستان طریق هواپیما مهاجران اخراج شده فرستاده می شوند. خرج راه و پول بلیط هواپیما از جانب خود مهاجران پرداخت می شود. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 21 مارس بر رادیو آزادی گفت: بعضیشون میگن که خیلی وای نگفته حجت نمیگیرن، قدشون بعضیشون گم کردگیان. خیلی حالت هست. آدمای هست که گم کردگی، آدمای هست که انا جوتا نشون نمیدن. خاصه که ایمو همیشه میگه همه خیلی در پاسپورت من نمیشود، خیلی کمتر نمیشود. اکثر مهاجران تاجیکی که الکی از روسیه اخراج شدند شکایت به دادگاه را یک کار بیهوده میدانند. لطفالله رسولوف یک حقوقشناس تاجیکی با برنامه سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان کار میکند گفت: همه رفتن برابر قانونش تا پیش 3 ماه اگر با حجتی برای با فعالیت مهنتی مشغول شدن اگر که داودا میکرد سوز میکرد هیچ گم نبود. تاوی دومی 3 ماه کار سر میکرد سوی به پولا میشید اما میشید بعد پتن میکرد یا که فرشن نرابط اجازت نامه برای کار داشت. ایو میروان سوم ندارن یا رنگ هم پیشینه میگن میریم تو خوری ایرکسیت هم میکنیم 3 ماه میگرده میگنه میروان کارکوی نمیزنن بعد نمیشوان بیدن که میتوان اخراج. حالا بر اساس آمار سازمان‌های کار با مهاجران بیشتر از 3,000 مهاجر تاجیک در بازداشتگاه‌های مخصوص قرار دارند و قرار اخراجشان نهایی نشده است.